بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره با هم یه پاسورد رابین هود رو واسه‌تون آنباکس کنیم. یکی از پاسورهایی که شرکت کمپانی بایسیکل زده، یعنی خود برند بایسیکل نیست ولی کارخونه‌ای که برند بایسیکل رو زده، این برند هم زده، برند رابین هود. قرار این دست کارت رو واسه‌تون آماده کنیم. بچه لایک و سابسکرایب و کامنت بهش یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. خب دست کارت 100% پلاستیکی هستش و از بغل باز میشه. یه حس کهنگی چرم رو بهتون میده و یکم حالت طرح پرزنتی اون داره، نقطه نقطه رنگ شده ولی جنس پرزنتی زیاد نداره. اینجا طرح‌های آینه‌ای رو نمی‌بینیم. این نوشته از بغل باز میشه، یه حالت کتاب کهنه است. بغل باز میشه. توی جعبه کارت هم طرح داره. دست کارت میاد بیرون. اوکی. خب دو تا جوکر داره که وقتی کنار هم قرار میگیره جوکر سیاه و قرمز یه نقاشی رابین هود تشکیل میده. حالا بقیه خاله‌هاش هم بهتون نشون میدم. شای پیک، بیبی پیک. من شخصیت ها نمیشناختم، برای میشناختم بهتون اسماشون رو میگفتم. فکر کنم مال خود شخصیت های رابین هوده. سرباز پیک، دلو، لولو، هشلو و هفلو و شیشلو و پیلو و چارلو و سلو و دولو و تک. این تک پیکش این طرح پشت دست کارت رو یکم توش هست. خب این سراغ خالهای بعدیش. بیبی خشت، سرباز خشت، ته خشت، لولو خشت، 8 خشت، 7 خشت، 6 خشت، 5 خشت، 4 خشت، 3 خشت. ببینید طرح‌های خال‌ها یکم شلخته پلخته است، انگار که مثلا نوشتینش اصلا چاپ نشده، خیلی با هم فرق میکنه. لولو خشت، تک خشت، شای گیشنیز، بیبی گیشنیز، سرباز گیشنیز، 10 گیشنیز، 9 گیشنیز، 8 گیشنیز، 7 گیشنیز، 6 گیشنیز، 5 گیشنیز، 4 گیشنیز، 3 گیشنیز و 2 گیشنیز و تک گیشنیز. این شای دلشه که مثل طراحی‌های دیگه ای دست کارتا شمشیر رو کرده تو سر خودش، مثل همه طراحی‌های اکثر دست کارتا طراحی‌هاشون اینجوریه. بیبی دل، سرباز دل، دلو، لولو، هشلو و شای خشت، 7 دل، 6 دل، 5 دل، 4 دل، 3 دل، 2 دل، تک دل، 5 پیک، 6 پیک، 7 پیک و 8. این از کارت های دست کارت. این دست کارت هم 100% پلاستیکی هستش و هیچ جنس کتانی توش به کار نبرده شد. از برخوری دست کارت هم خیلی دست کارت نرمه و زیادی سفت نیست. برای برشونه یکم سفت هست و حجم دست کارت هم یکم زیاده، ولی اگر یکم زیاد بهش عادت کنین، یکم زیادی باهاش بازی کنین، ممکنه یا کوچیک بشه یا بزرگتر. حالا من تست نکردم. یه برشونه‌ای سفت خوب خم نمیشه، خیلی سفته، اصلا یک عالمه کارت نزدیک برای برشونه‌ای سفته، ولی باید برای دیگه سبک و آروم. این دست کارت هم جنس خونکی داره و وقتی بهش دست میزنه عرق نمیکنه، گرم نیست. دست کارت خونکه. به سختی مثل علامه و برشونه‌ای برعکس میشه، به جای اینکه اونوری خم شه اونوری خم میشه. زیاد واسه برشونه‌ای خوب نیست. دست کارت هم واسه بازی خوبه، واسه شغل بازی اصلا کیفیت مناسبی نیست ولی کیفیت خوبی داره واسه بازی.
تست پارگیش هم مثل دستکارت‌های بایسیکل، چون از یک برنده از یک جنس هم هست، فقط طرحشون فرق کنه. تست پارگیشون مثل برند بایسیکله، ولی به راکت اورجینال اصلا نمیرسه. خب این بود از این دست کارت. بچه اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب به هیچ وجه یادتون نره. راستی میخواستم اینو بهتون بگم، قیمت این دست کارت مثلا 260 تومن 250 تومن ایناست، درجه یکش. ولی اگه بخوای درجه دوشو بخری 180 تومن 170 تومن ایناست. حالا فنخوریش هم میبینیم، فنخوریش هم چیز عادیه، مثل همون کارهای بایسیکله فنخوری، فقط یکم نرم تر از کارهای بایسیکل. خب بچه اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین، تو کامنت ها هم بگین که دیگه درباره چی بذاریم، تقلب پاسور بذاریم، آموزش بازی بذاریم، آموزش شعبده بازی بذاریم، آملاکس بذاریم، حتما تو کامنت ها بگین. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما توی کامنت ها بگین. خدا حافظ.